در تاجیکستان بانک اسلامی افتتاح می شود. با در نظر داشت اینکه همه بانک های کشور به عائله رئیس جمهور تعلق دارند، بانکداری اسلامی هم منپالی عائلوی می شود. من بعد عائله نه تنها در بیزنس های بزرگ بلکه کوچکترین بیزنس ها هم که با قرض گرفتن از بانک اسلامی فعالیت کند شریک خواهد بود. بارها کارشناسان مسئله تأسیس بانک اسلامی در تاجیکستان را بررسی و اظهار ناراحتی کرده‌اند که تا حال بانکی که طبق شریعت کار کند در تاجیکستان راه اندازی نشده است. ناراحتی آنها هم جای دارد. اکثر مردم بنابر ربا را حرام دانستن اسلام از گذاشتن پولهایشان به بانک ها خودداری می کنند. از طرف دیگر خطر احتمالی در سیستم اسلامی بانکداری به مراتب از بانکداری معمولی کمتر است. قرض گیرنده در این سیستم به قرض دهنده ربا نمی دهد بلکه قسمتی از فایده بیزنسش را در اختیار بانک می گذارد. ضرر هم در این سیستم بین دو طرف متناسباً با فایده تقسیم می شود. البته اگر تاجیکستان این نظام را تغییر ندهد. بانک رشد تاجیکستان، شرکت تابع تاجیک صادرات بانک، نیت داشت چنین سیستم بانکداری را راه اندازی کند، ولی بحرانی که تاجیک صادرات بانک را از پا درآورد این ایده را هم عملی ناشده به جای گذاشت. باید گفت بانک رشد تاجیکستان را تاج الدین پیروف سال 2012 از تأمین رحمان به عوض 16 میلیون دلار خریده بود. ولی این ایده را صاحبکار بانک سهامی و تجاری دستگیری صاحبکاری زود به کار گرفت. ماه اکتبر سال 2017 این بانک اعلان کرد که نیت دارد در آینده با اصول بانکینگ اسلامی فعالیت کند. در این کار به صاحبکار بانک کارپوراسیون اسلامی رشد بخش خصوصی ICD که به گروه بانک اسلامی رشد وارد است کمک خواهد کرد. اینجا سوال به میان می آید که سبب ابتکار تشکیل بانک اسلامی از جانب عائله در چی باشد؟ این غمخواری به مردم دیندار کشور است یا وسیله نظرفریبی؟ مسئله را کارشناس امور دینی و سیاسی محمد اقبال صدرالدین برایمان توضیح می دهد. در مورد تأسیس بانک اسلامی از طرف عائله این را میخواهم بگویم که واقعا هم دست و پنجه این عائله نه فقط با آنچه که در کشور وجود دارد رسیده است یا اینکه میخواهند کاملا تسلط بر آن پیدا کنند، حتی با آنچه که مربوط به معاملات میان مردم است، اون اگر به دین ارتباط داشته باشد، اون به هر مسئله ارتباط داشته باشد، حتما باید افراد این عائله در اون مسئله سهم باشند و با نام دین توانند که از مردم پول بستانند. و در حالتی که مسئله نظام بانک اسلامی یک مسئله است که اگر ضرر صورت گرفت هر دو طرف ضرر میکند. آیا شما فکر دارید که وقتی بانک اسلامی تشکیل کردن در تجارت ضرر شد، صاحب بانک اسلامی تشکیل نموده با اون ضرر بانک هم به مانند شخصی که مبلغ گذاشته است اون ضرر را متحمل می شود؟ پس اینجا سوال می آید که عائله هرگز نباید ضرر کند و تشکیل این من نمیدانم که آیا با منفعت مؤسسین این باشد یا نباشد. خوب در این مسئله وقت آن را نشان می‌دهد که باز چیکار میکنند. در تاجیکستان که یک کشور مسلمان نشین بوده ساختار دولتداریش دنیوی است، سیستم بانک اسلامی را چگونه پیاده میکنند؟ در حالت عدم بانک اسلامی مسلمانان چگونه معامله بانک انجام میدهند و یا از بانک چگونه قرض میگیرند؟ آنچه شریعت اسلامی در مورد ربا در قرآن کریم الله سبحانه و تعالی با وضوح در این مسئله در 28 آیت قرآنی فرموده است و حرام بودن ربا را کاملا اظهار داشته و مسلمانان را از گرفتن ربا کاملا منع نموده است و حتی آنچنان وضع را وخیم ارزیابی نموده است که شخصان رباخوار را اعلان نبرد از جانب الله و پیامبر خوانده است الله سبحانه و تعالی. پس این مسئله واقعا هم یک مسئله خیلی وخیم است و مسلمانان کشور در این مسئله آنانی که در مورد حلال و حرام کمی میخواهند دقت جدی بدهند معامله با بانک های ربوی را اصلا نمیخواهند. دامولا محمدی قمسنگیری رحمت الله علیه در مورد معامله نمودن با بانک های ربوی را طبق فتوای مذهب اجازت داده بودند
و آن هم به این خاطر بود که دولت تاجیکستان دولت اسلامی نیست، یعنی نظام حکومتداریش اسلامی نیست و چون این بانک اگر دولتی باشد و افراد شهروندان کشور می توانند معامله کنند با این بانک ربوی، ولی اگر بانک شخصی باشد مسلمان نمی تواند که با بانکی یا با شخص مسلمان ربا دهد یا ربا بگیرد. خوب، پس مسئله را دقت جدی بدهید که اگر شخص طبق البته فتوای مذهب یا اینکه طبق اون فتوایی که سالهای قبل یعنی از طرف مولا محمدی قمسنگیری و البته ایشون نوردین جان هم و دیگر بعضی یعنی علمای کشور هم در این مسئله اظهار نظر کرده بودند و برای پیشبرد تجارت این فتوا را صادر نموده بودند. برای چی؟ برای اینکه مردم در حالت ناگوار قرار نگیرند و معامله نمودن با این بانک ها. خب، وقتی که حسن اسدالله زاده یا اینکه افراد عائله امام علی مسلمانند، وقتی که تأسیس بانک میکنند، بانک شخصی، معامله هر مسلمان با این بانک ها یعنی کاملا مشخص است که حق ندارند معامله کنند. پس افتادند برای تأسیس یک بانک اسلامی تا اینکه توانند با این راه یعنی باز هم در یعنی اقتصاد کشور را اداره کنند. خوب، این مسئله روشن شد. درباره تاریخ بانک اسلامی و ریشه شرعی آن حرف می‌زدید. البته بانک اسلامی منافع خوب دارد و برای مردم هم زیان و ضرری ندارد. و البته این را باید بفهمیم که نه اینکه بانک سال 1694 از طرف اروپایی ها اولین بار تأسیس شده است، بلکه بانک اسلامی اولین مؤسس و آن عملهایی که انجام داد در مورد این بانک زبیر ابن عوام رضی الله عنه بود که از مکه یا مدینه پول را میدادند به او و از مصعب ابن زبیر در عراق از اون مبلغ رو می‌ستوندند و چون این فرعها یا اینکه بخش‌های در مدینه، مکه و بسیاری مناطق هم وجود داشت. حالا صاحب کار بانک اعلان کرد که نامش را به توحید بانک تبدیل می‌دهد. روند تبدیل دهی نام بانک در مرحله انجام‌یابی قرار داشته، درخواست رسمی برای گرفتن اجازتنامه بانکداری اسلامی به بانک ملی تاجیکستان ارسال شده است. آغاز عملیات‌های بانکداری اسلامی بعد گرفتن اجازتنامه بانک ملی تاجیکستان و انجام وصل نظام اتوماتیک کنانیده بانکداری اسلامی در نظر است. رهبر و چهره بانک شیرعلی زردوف است که تجربه کار در ساحه بانکداری دارد، ولی جانشین اولی او محی‌الدین حسن‌زاده جنی همسر رئیس جمهور و پسری حسن اسدالله زاده است. به این وظیفه او 15 مارس سال 2017 تعیین شده است. اگر برای رسیدن به چنین منصب در ساحه مالیه تجربه بزرگ کاری لازم است، برای عقل بزرگ محی‌الدین حسن‌زاده تجربه درخور نیست. کریر کسبی در ساحه بانکداری تاجیکستان را حسن‌زاده سال 2014 و در حال در موقع رهبری شعبه پروژه‌های سرمایه‌گذاری دپارتمنت قرضدهی امانت بانک آغاز کرده است. از ژانویه سال 2016 تا مارس سال 2017 در کرسی نایب رئیس هیئت مدیریت جمعیت سهامی کشاده صاحب کار بانک نشسته است. در همین حال تا کجا متخصص مالیوی بودن او سؤال مطرح است. حسن‌زاده در کالج انگلیسی کوین اسلبورگ است تحصیل کرده، دانشگاه روسترین را با اختصاص مارکتینگ و دانشگاه سلوونی روسیه و تاجیکستان را با تخصص حقوق شناس ختم کرده است. همه کارمندان دیگری صاحب کار بانک هم از آریان بانک و تالکو آمدند. نایب رئیس شاکرجان انواروف کریر کاریش را سال 2007 در شرکت الومین براری تالکو در وظیفه جانشین ریاست استحصالات آغاز کرده است. دیرتر به آریان بانک دعوت می شود و از اپراتوری بخش انتقال پولی ریاست عملیاتی آغاز نموده تا سردار مرکزی حساباتی آریان بانک می رسد. کل شورای ناظران هم سابق کارمندان شرکت‌های گوناگونی حسن اسدالله زاده هستند، مثل شرکت اسماعیل سامانی عصر 21، نمایندگی شرکت گیمده اینداستریز LTD، آریان بانک و غیره. سرمایه صاحب کار بانک و حالا توحید بانک به 81 میلیون سومانی می رسد. بانک ملی درباره این بانک معلومات پیشکش نمی کند.